به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان گرامی پادکست آیات روشن. من نیکان هستم و امروز مفتخرم که در کنار دو کارشناس محترم آقای دانا و خانم مریم میزبان شما باشم. سلام نیکان جان، باعث افتخار بنده است که در این برنامه حضور دارم. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. موضوع امروز ما بسیار شگفت‌انگیز است. معجزات عددی و نظم حیرت‌انگیز قرآن کریم و همچنین اسرار جغرافیایی مکان کعبه معظمه. آقای دانا، بحث را با معجزات عددی قرآن شروع کنیم. لطفاً در این مورد توضیح بفرمایید. حتماً. یکی از وجوه اعجاز قرآن که در دهه‌های اخیر بیشتر به آن پرداخته شده، نظم ریاضی و عددی حاکم بر کلمات و آیات است. این نظم به قدری دقیق است که نمیتواند تصادفی باشد. برای مثال، کلمه یوم به معنای روز دقیقاً 365 بار در قرآن تکرار شده است، یعنی به تعداد روزهای سال شمسی. بسیار جالب است. آیا نمونه‌های دیگری هم وجود دارد؟ بله، فراوان است. کلمه شهر به معنای ماه 12 بار تکرار شده است. همچنین توازن بین کلمات متضاد شگفت‌آور است. مثلا کلمات دنیا و آخرت هر کدام 115 بار آمدند، یا کلمات ملائکه و شیاطین هر کدام 88 بار به کار رفته‌اند. این توازن نشان از یک طراحی هوشمندانه و فرابشری دارد. خانم مریم، این نظم فقط به تعداد کلمات محدود می شود یا در ساختار و ترتیب آیات و سوره ها هم دیده می شود؟ سوال بسیار خوبی است. این اعجاز فراتر از تعداد کلمات است. به عقیده بسیاری از قرآن پژوهان، ترتیب قرارگیری آیات و سوره ها نیز توقیفی است، یعنی به دستور الهی بوده. ساختارهای پیچیده‌ای مثل ترکیب حلقوی در برخی سوره ها کشف شده است. به این معنا که آغاز و پایان یک سوره به شکل معناداری به هم مرتبط هستند و مطالب میانی نیز به صورت متقارن حول یک محور مرکزی قرار گرفته‌اند. دقیقاً، این ساختارها نشان می‌دهند که قرآن یک کل، یک پارچه و منسجم است و هر بخش آن با حکمت و دقت در جای خود قرار گرفته است. ساختار سوره ها می رسد. آقای دانا، شنیده ایم که این معجزات به حیطه جغرافیا هم کشیده شده، خصوصاً در مورد موقعیت مکانی کعبه. در این باره چه می دانیم؟ بله، این یکی از بحث‌های جذاب سالهای اخیر است. برخی محققان